ابوبکر کجاست؟ عثمان کجاست؟ ابو عبیده کجاست؟ عبدالرحمن ابن عوف کجاست؟ افراد دیگر نیز پشتشان به قوم و قبیله خود گرم است. پس ظهور دین محمد برایشان مهم نیست. اینها افراد عاقل و خردمند و صاحب فضیلت بودند. لااقل ما چنین میپنداشتیم. او ذهن همه را خراب کرده. خدمتکاران، بردگان و حتی کودکان. ای ابوالولید، اگر محمد فقط حرف میزد و به ما کاری نداشت، همان گونه که در گذشته ورقت ابن نوفل و زید ابن عمرو و ابن نفیل چنین کردند، میگفتیم اشکالی ندارد. اما او میپندارد پیامبر است، فرستاده خداوند است و مأمور به تبلیغ رسالت. شرط رستگاری اسلام، سیاه و سفید هم ندارد و جزای مخالف جهنم. اما هر که از او اطاعت کند دیگر با ما نیست. چنین نیست؟ نمی شود که حرفی را بزند بعد پی کارش برود یا بخشی از نظراتش با ما مخالف باشد. او با این کار بت‌هایمان را کنار زده تا قدرت ما را بگیرد. اگر پیروانش فراوان شوند ما کم می شویم، تا جایی که فردا نه دوستی داریم، نه کنیزی و نه غلام. حال میگویید رهایش کنیم تا دعوتش را ادامه دهد؟ چرا اینقدر دیر آوردی بلال؟ اول باید برای بزرگان قریش می‌بردم. ما خیلی بیشتر از این بزرگان پیر و مریض به شراب نیاز داریم. آرام، صدایت را میشنوند. هنوز از پدرت میترسی؟ تا وقتی که خاکش نکرده‌اند. چرا آن روز گذاشتی غلام جبیر ابن مطعم تو را شکست دهد؟ وحشی؟ او از من قوی تر است. اگر همه چیز دست ما بود حالمان این گونه نبود. درست است. اکنون با بزرگان نشست و برخاست میکردی، درباره امور نظر میدادی، آنها هم گوش میدادند. دوست داشتی این گونه بود بلال؟ اگر مردم از آرزوها خبر داشتند یکدیگر را امان نمیدادند. اما اینها چیزی جز خیال پردازی نیست سرورم. من برده‌ای هستم که شیر میدوشم و شتر میچرانم، پذیرایی میکنم و در مجالس میایستم. اگر نیزه بازیت نیز مانند کارهای دیگرت خوب بود، ما دیگر چیزی کم نداشتیم. طبیعت زندگی این گونه نیست سرورم، وگرنه مردم به هم نیاز نداشتند. قبلا نمیدانستم. خیلی عاقل است. ما بیشتر به نیزه و توانش نیاز داریم. برده عاقل خطرناکتر از برده نیزه دار است. اما به زودی همه قبایل عرب را میخواند و برخی دین او را وسیله‌ای برای کنار زدن شما میدانند و قطعا از او پیروی میکنند. او شما را به جان هم میاندازد. مشکل دقیقاً همین است. ای کاش میدانستم که چرا محمد انتخاب شده تا فرستاده خدا باشد. مگر کسی ثروتمندتر از او نبود؟ پس ما چه هستیم؟ بله. ابوالحکم، اگر محمد دروغگو باشد هرگز نمیتواند با ادعای پیامبری به جایی برسد، و اگر راستگو باشد که انتخاب خداوند است و در حکمش با کسی مشورت نمی کند. چه میگویی ابوالولید؟ نکند میخواهی محمد را به حال خود بگذاریم؟ میدانید ای گروه قریش، بنی هاشم فرزندشان را به شما تحویل نخواهد داد، هرچند با دین او مخالفت کنند، مگر اینکه بخواهید با آنها جنگ کنید. پس می جنگیم. پس همان می شود که از آن می ترسید. قطع شدن ارتباط، از بین رفتن اتحاد قریش
و طمع کردن دیگر عربها به این قبیله. مگر خودتان نگفتید اگر در حد و اندازه های حرف بود و زندگی مانند گذشته بر روال و مقال خودش میگذشت کار سهل و آسان بود. بنابراین نگرانی واقعی ما پیامدهایی است که دعوت محمد در پی دارد. آیا این درست است که ما اولین کسانی باشیم که دست به شمشیر ببریم؟ چه کنیم؟ چاره این است که نزد عمویش ابو طالب رفته تا او بتواند با برادرزاده‌اش صحبت کرده و او را از این کار منصرف کند. او بهترین کسی است که میتواند محمد را از کارش باز دارد و مشکل را حل کند. چگونه به خودت اجازه دادی در برابر آنان با من مخالفت کنی؟ من دایی تو هم. مگر ما جمع نشده بودیم تا هر کس نظرش را بیان کرده سپس تصمیم بگیریم که کدام یک درست تر است؟ میخواستی نشان بدهی که نظرت از نظر داییت بهتر است؟ احترامت همین بود؟ مکان احترام به شما آنجا نبود، زیرا همه گرد آمده بودیم تا به یک هدف واحد برسیم. خواستی عتبه به من بخندد یا بزرگان عبدمناف؟ من نمیخواستم با اعلام نظرم بر کسی پیروز شوم. اجتماع ما برای رسیدن به نتیجه‌ای بود که به صلاح قریش باشد و من کسی نیستم نظری را که به صلاح قوم میدانم به خاطر همسویی با عبدمناف و مخالفت با داعی‌هایم پنهان کنم. و اگر با محمد مخالفم به علت بغض و کینه‌ام نسبت به او نیست. به خدا قسم هر کس کوچکترین تهمتی به او روا دارد دروغش برای مردم آشکار می شود و اگر از عدی هم بود باز هم برایم تفاوتی نمی کرد. اگر نظر تو این است وای به حال عتبت ابن ربیعه و بقیه عبد شمس و عبد مناف. ندیدی چگونه اوضاع را آرام کردند و به ما اطمینان دادند؟ فقط به این خاطر بود که با بنی هاشم خویشاوندند، چون همه از عبد منافند. گاهی خویشاوندان نزدیک نیز بیشتر بر سر قدرت رقابت می کنند. هر کسی خودش را بهتر از دیگری می داند. در نتیجه نمی گذارد کسی بر او پیروز شود مثل عبد شمس و بنی هاشم. ولی وقتی بنی مخزوم پیشی بگیرد اختلافات می رود و یادشان می آید که همه عبد منافند. ما و بنی عبد مناف همیشه رقابت داشته ایم. هدیه دادند ما هم دادیم، غذا دادند ما هم دادیم، کمک کردند ما هم کردیم. حال که برابر شده ایم و با هم یکسانیم، گفتند پیامبری داریم که از آسمان به او وحی می شود. از کجا؟ این یکی را دیگر از کجا بیاوریم؟ به خدا هرگز به او ایمان نمی آوریم، حتی با هزاران دلیل، و با او دشمنی می کنیم تا ابد. اگر بنی هاشم از او حمایت کند با آنان می جنگیم و نمی ترسیم. این را از داییت به خاطر داشته باش. متوجه شدم که قوم را آرام کرده ای و از گزافه‌گویی های ابوالحکم میکاستی. خشم ما نسبت به محمد کمتر از او نیست، ولی به عبد مناف حسادت می کند، چه هاشمی چه عبد شمس. با وجود قدرت و زیرکی زیادش بسیار تندخو و بی تدبیر است. بند کفش محمد با ارزشتر از اوست. ای کاش محمد این گونه به مقدساتمان توهین نمی کرد. ابوالحکم به خاطرش به ما حسادت می کند. هرچند سخنان محمد باعث شر شده، برای خویشاوندانش ارزش و احترام زیادی قائل شده و ابتدا از آنها شروع کرده. یتیم ابو طالب پیامبر است و باید من عمویش از او پیروی کنم. تو که برای پیامبری شایسته تری. من شایسته ترم و به همین دلیل او را دروغگویی بیش نمیدانم. آری، اگر این پیامبری از جانب حق بود اول باید به من میرسید. مشکل فقط این نیست که او خود را فرستادی خدا دانسته. با این کار ما را در مقابل قبایل عرب در خطر قرار داده و سودش را میبرد. چرا حسابت را از او جدا نمی کنی؟ کردم. من اکنون سخت ترین دشمنش هستم.
و قریش این را از من خواهد دید. پس تو دیگر با او شریک نیستی؟ بله بله، من در گناه او سهمی ندارم، ولی بنی هاشم و ابو طالب به حرفای من توجهی نمی کنند. کاش می دیدی چطور به من نگاه می کردند. انگار شتر گر گرفته بودم. اگر قریش نیز مرا از گناه او معاف کند، بنی هاشم مرا متهم نموده و تردم می کند، چون مثل آنها دفاع نکردم از محمد و بعد از آن هیچ عربی باقی نمی ماند مگر اینکه مرا لعنت کند. میگویند علیه برادرزاده‌اش توطئه کرده و حرمت خون و خویشاوندی را نگه نداشته است. جمیل، میبینی چه به روزم آمده؟ به هر سمت و سویی که میروم بازنده‌ام. این بلا را محمد سرم آورده. نه، مزمم. آری، مزمم. لعنت بر او. به خدا قسم همه جا با او مخالفت میکنم، آبرویش را میبرم، مردم هم میگوین عمویش علیه اوست. پس اگر او راست میگفت، مردم هم میگفتند عمویش اولی طرفدارش میبود. همین کار را بکن و لات و عزا هم با تو هن. من هم با تو هم. خواهی دید با او چه میکنم. نابود باد، نابود باد. عمر تویی؟ حالت چطور است؟ حالت چطور است خواهر؟ تو که هستی من هم خوبم. و تو سعید؟ من هم خوبم. زید هم اینجاست. انگار خیلی مشغولی، سراغی از ما نمیگیری. هیچ کس جای تو را نمیگیرد عمر. قوم در چه حال است؟ هدف ها یکیست اما وسیله ها متفاوت. اگر قریش در این حال بماند اصلا خوب نیست. منظورت چیست؟ هدف همه بزرگان قریش یکیست: بازداشتن محمد و رد کردن دعوتش. ولی بر سر راه و روش به توافق نمیرسند. برخی نسبت به عبدمناف حسادت می‌ورزند، بنی عبدمناف نسبت به بنی هاشم، بنی هاشم نسبت به بنی عبدالمطلب و تیره بنی عبدالمطلب به محمد حسادت می‌ورزد. به خدا سوگند بدترین راه است. وقتی که هدفها یکی باشد اختلاف نظر بد نیست. دشمنی ها که متفاوت باشد روش ها نیز فرق می کنند. روش ها که متفاوت شد اهدافشان را نیز گم می کنند. سپس یکدیگر را سرزنش کرده و متهم می کنند. آن وقت دشمنی بین خودشان سخت‌تر از دشمنی با محمد می شود. راه به جایی نمیبرد. این گونه راه به جایی نمیبرد. خود تو راه درست را به آنان نشان بده. همین کار را کردم، اما داییم ابوالحکم خشمگین شد. دایی ابوالحکم؟ او همه را گمراه می کند. به هر حال او داییم است. به همه چیز تو حسودی می کنم، اما به خاطر داییت غبطه نمی خورم. مرا همین بس که پدرمان یکی است، اگرچه مادرمان جداست. خدا می داند که چقدر برایم عزیزی. می دانم که همیشه به دایی‌هایت احترام می گذاری. آفرین بر تو. اما این را هم می دانم که عقل عمر ابن خطاب او را به سوی راه درست می برد. اگر ببیند که در عمل یا عقیده اشتباه کرده می پذیرد. ظاهرش با باطنش یکیست، زیرا به امید پاداش یا ترس از مجازات سخن نمی گوید. اگر چیزی درست باشد دینش همان است، خواه خوششان بیاید یا نیاید، حتی اگر داییش ابوالحکم ابن هشام باشد.
کمی نفرات و ضعفی که امروز در آن به سر میبریم و چیرگی و عزت نابجای بزرگان قریش شما را فریب ندهد. قسم به الله که معبود به حقی جز او نیست. خداوند پیامبرش را یاری نموده، دینش را به اقصا نقاط جهان به مشرق و مغرب برده و به زانو در خواهد آورد پادشاهی فارس و روم. امپراتوری فارس و روم؟ غیر ممکن به نظر می رسد، نه؟ بله. اما نزد خداوند ممکن است. هرگاه به خاطر دینتان دچار سختی و مصیبت شدید، پایان این رسالت را به یاد آورید. همان چیزی که خداوند به ما وعده داده. ما پیامبرمان را باور داریم و می‌دانیم که وعده خداوند حق است. اما برتری اسلام منوط به اسلام آوردن عرب‌ها و این گروه قریش است. اینان با ما دشمن هستند و با خدا و رسولش و می‌خواهند ما را منصرف کنند. بله، سوگند به الله که او همه را وارد دینش خواهد نمود، به جز کسانی که به تقدیر خداوند پیش از فراگیر شدن این دین با کفرشان هلاک شوند. چه بسا شخصی که امروز دشمن سرسخت شماست فردا شاید برادر مسلمانتان شود و از این روز که میگویم آرام باشید، زیرا آنچه با نرمی به کف می آید با شدت حاصل نمی شود. بله، نیرومند بودن و ایستادن در برابر مشکلات خشونت و خشکی به حساب نمی آید. باطل را که با باطل از بین نمی برند. باطل را با حق جواب می دهند، بد اخلاقی را با اخلاق نیکو، تندی مخالف را با نرمی و نادانی را با حکمت، وگرنه دشمن شکستمان می دهد و فضلی بر آنها نداریم. تویی؟ نبینم دلگیر باشی. من که نگفتم مبارزه کنی. اربابت را سرزنش کن. من باید چه می کردم؟ بالاخره یا من برنده می شدم یا تو. حتما لازم بود آنقدر سخت و جدی مبارزه کنی؟ انگار با دشمنت می جنگیدی. این کار ما برای خوشنودی سرورانمان است. اگر حتی می گفت مرا بکشی این کار را می کردی؟ اگر آزادم می کرد بله. باور نمی کنم اینقدر سنگدل باشی. هر طور که دلت می خواهد فکر کن. عیبش چیست؟ اگر به تو بگوید آزادت می کنیم مرا نمی کشم. چون تو به بردگی عادت کرده ای. این چه حرفی است؟ هیچ انسانی دوست ندارد برده باشد. سرورت شراب نیم خورده ندارد؟ هنوز هم زیاد شراب میخوری وحشی؟ اگر نبود که خودکشی میکردم. عوض نشده ای. تنها کسانی عوض میشوند که از خود اراده داشته باشند. ما اینطور نیستیم. میدانی بلال، ما شباهتی به هم نداریم. البته به جز رنگمان که برای دوستی کافی است. به هیچ وجه کافی نیست. انسان‌ها با خرد و دل و اخلاقشان با هم دیگر انس میگیرند. جداً؟ کدام مرد قریشی حاضر می شود بگوید که تو در عقل و دل و اخلاق با او برابری؟ جوابت چیست ابن حمامه؟ من ابن رباهم. ابن حمامه اسمت این است، ابن حمامه. کنیزی حبشی بوده، دیگر اهمیتی ندارد پدرت که بوده. آمده ای شبمان را به هم بریزی؟ مگر ما چه داریم که از خرابیش بترسیم؟ هیچ معلوم هست این روزها کجا می روی؟ جریان چیست؟ به دنبال کارهای اربابم. گمان نمی کنم راست بگویم. بیا، اگر خوب است مرا شریک کن. چیزی را از من پنهان نکن. چرا پنهانش کنم؟ من هم نمیدانم. نمیدانم چه میگویی. ببین ابو طالب، دوباره با دوستان ما نزدت آمدیم. قبلا هم با تو ملاقات کردیم
و به نیکی با تو سخن گفتیم. تو هم کریمانه پاسخ را دادی و به خوبی ما را بازگرداندی. حتی گفتی کاری میکنی که نکردی. جز اینکه محمد هنوز به کارهای خودش ادامه میدهد. بیدینان گردش جمعند و همه ما متهم شده ایم به بی تدبیری و ندانم کاری. حتی چیزی نمانده است که بگویند اگر شما توان ندارید بگذارید ما دست به کار شویم. همه ما امروز یک بار دیگر نزدت آمده ایم تا به تو هشدار دهیم آب از سرمان گذشته، دیگر طاقت نداریم. به خدا که دیگر صبر نمی کنیم، چون اون خدایان و اجدادمان را دائما تحقیر می کند و می گوید ارزش ندارند. حال خودت جلوی کارش را می گیری یا اینکه ما با دستان خودمان نابودش کنیم؟ و تو چه میگویی؟ به خدا سوگند انصاف نبود. اگر ابو طالب برادرزاده‌اش را به آنان واگذار میکرد حتما از چشمم میافتاد. جوانمردی کجا رفته؟ رابطه خویشاوندی دیگر نیست. پس چگونه از ابو طالب میخواهند برادرزاده‌اش را کنار بگذارد و کوتاه بیاید و ننگارش را تا ابد به جان بخرد؟ خودت هم با آنها بودی. منشان نپذیرفتم. از من بزرگترند. نمیتوانستم یک تنه با آنها مخالفت کنم. من تنها بودم. گیجمان کرده ای عمر. هنگام سخن از محمد و دینش از همهشان سختری که گمان کنم اگر به چنگش آوری قتلش حتمی است، اما هنگامی که به خاطر محمد با بنی هاشم درگیر میشوند خشمگین میشوی. نفهمیدم تو چه میخواهی؟ اخلاق والا عیاش و صفت جوانمردی. علت مخالفت من با محمد سبب شده تا از نظر قوم خورده بگیرم. میگویند محمد دینمان را رد کرد، خوابمان را پریشان کرده و اتحادمان را به هم زده. راست میگویند. حق دارند دشمنش باشند. از ابو طالب میخواهند محمد را به آنان واگذار کند و میدانند که این کار با سنت عرب و میراث پدران و جوانمردی که هر روز در شعرها ستایشش میکنند مخالف است. از محمد خورده میگیرند و روش پدران و اصول اخلاقی جامعه را بر همین گذاشتند. آنکه بخواهد اخلاق را کنار بگذارد به طور یقین در اشتباه است. به خدا سوگند این شهر چنین نبوده است. دوست داشتم هنوز با شتران خطاب به صحرا می رفتم، آنجا که دیده و دل را صفا می دهد و از کدورت خلایق اثری نیست. برایت خرمایی یثرب آوردم. با معجون روغن است؟ اگر نباشد اصلا با آن لب نمیزنم. خیلی زیاده خواهی. از سرورت دزدیدی؟ به جایش تشکر کن، نمک نشناس. با مال پدرت که نخریده ای. اگر نمیخواهی نخور. میدانستم لیاقتش را نداری. پس چرا آوردی؟ چون احمقم، چون ابلهم. دلم به حالت میسوزد. نیازی به دلسوزیت ندارم. تو هم مادرم نیستی. صبح بخیر ابوالولی. صبحتان بخیر. عجیب است، برادرت ابو حذیفه چند وقتی است کم پیداست. بیا به دیدنش برویم. بنشین.
پدر و برادرم ولید، خوش آمدید، خوش آمدید، صفا آوردید. بفرمایید. نمی نشینی پدر؟ با برده‌ات از یک ظرف غذا میخوری؟ تا غذای تمام نشده بلند نشو ساله. اشکالی ندارد، سیر شدم. روز خوش سرورم. نباید دلش را میشکستی. به خاطر برده‌ات مرا سرزنش میکنی؟ قریش چه میگوید اگر بداند پسر عتبت ابن ربیعه بزرگ عبدشمس با برده‌اش در یک ظرف غذا میخورد؟ پدر من به مردم کاری ندارم. من نظر خودم را دارم. مالک سالم نیز هستی. من او را مانند فرزندانم دوست دارم. چه اشکالی دارد در یک ظرف غذا بخوریم؟ مگر وقتی مردیم در یک خاک دفن نمیشویم؟ شاید هر دو در یک خاک دفن شوید، اما هرگز شما را که در یک قبر نمیگذارند. قبر هم آقا و برده دارد پدرم؟ مرده ها فقط در قبرشان پوسیده میشوند. زندگی ما و همه فرزندان ما پیش از مرگ است، ولی محل دفنمان باید شایسته باشد. اینها چه سودی برای مردگان دارند؟ آیا جز کردار نیک چیزی با خود میبرند؟ چه گفتی؟ کردار نیک پس از مرگ باقی میماند. گفتی کردار نیکشان با آنان به قبر میرود؟ ها؟ شنیده بودم که میگویند نام نیک از مردگان بر جای میماند، اما این که با آنها برود؟ ها؟ نکند با محمد نشسته ای و درباره برانگیخته شدن چیزی گفته؟ آیا چنین میگوید؟ واقعا؟ من با مردم در کوه صفا نبودم. چرا نمی نشینی پدرم؟ بر فرشی بنشینم که برده‌ات آنجا نشسته؟ روزتان خوش. روز بخیر. محمد دشنامم میدهد. محمد دشنامم میدهد. هی هی این چه کاریست که کردی؟ محمد بلکه مصمم پسر برادرت. خجالت بکش. به من و همسرم دشنام داده، به ما وعده آتش میدهد. آنگاه میگوید این قرآنی است که بر من وحی شده. چنین جرأتی یافته به خاطر حمایت این؟ این و تو. من؟ تو این کار را با برادرزادت میکنی؟ من از او بیزارم. اگر از خودت شرم نداری لااقل از مردم حیا کن. این کارها شخصیت مرد را خرد میکند. از همه بیزارم. از خود تو، همینطور این. از همه بیزارم. اگر عبدالمطلب اینها را میدید قلبش پاره پاره میشد. به قولی چه بسا برادری که مادرت او را نزاییده و چه بسا دشمنی که مادرت او را زاییده است. ابولهب، چیزی یادت نرفته؟ این جمع کن. چی؟ جمع کن. شایسته نبود چون این کاری کنی. هرچه باشد او برادر تو و بزرگتر از توست. چه برادر بدی.
چه عمویی. همان آیه‌ای که میگفتی در آن نکوهش شده نامش چه بود؟ پیوسته میگفت نابود باد محمد و بر علیه او میشوراند، تا اینکه محمد درباره‌اش گفت تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. اگر آخرت و آتشی در کار باشد، برادرمان ابولهب پس از این کارهایش مستحق آن است. یا او خیلی احمق است یا برادرزاده ایمان محمد واقعا با وحی تایید می شود. یعنی چه؟ اگر ابولهب بخواهد می تواند دعوت محمد را به سرعت باطل کند. چگونه؟ مگر حکم جهنمی بودن ابولهب در قرآنی که میگوید صادر نشده؟ پس حکم قطعی است و مشکلی نخواهد داشت. راست میگویی. کافی است در میان همه فریاد بزند که ایمان آورده و مسلمان شده، توبه کرده و ترسیده. پس آیه باطل است و مضمونش تکذیب می شود. محمد نیز با آن تکذیب می شود. خدا را شکر می کنم که او بسیار احمق است و هیچ بصیرتی ندارد. این چیزی است که دربارش صدق می کند و خودش نمی داند. اکنون بهتر نیست نزد محمد رفته و درباره قوم با او مشورت کنیم؟ شاید به ما و خودش رحم کرده و آنچه را که طاقتش را نداریم به دوش ما نیندازد. ببین برادرزاده‌ام، به خدا سوگند منظورم این نیست که تنهایت گذاشته یا از حمایتت دست بردارم. اکنون دانستم که تو این امر را رها نخواهی کرد تا اینکه خداوند آن را گسترش داد یا اینکه در راهش کشته شدی. حتی اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپت بگذارند چنان که میگویی، پس برو برادرزاده‌ام، هر چی میخواهی بگو. به خدا تو را تسلیم هیچ کس نخواهم کرد. دانستم که او در برابر خواسته های قوم کوتاه نمی آید. حتی اگر دنیا را بدهد، اگر تسلیم شود و سخنی به جز این بگوید، علیه خودش گواهی داده است. اگر کسی بگوید من فرستاده خدا هستم، او دیگر هیچ اختیاری از خود ندارد که ادامه دهد یا بخواهد از ترس مردم بازگردد، چون خود را مأمور می داند. دوباره نمایندگان شما پیش ابو طالب رفته، اما کاری از پیش نبردن و محمد هنوز هم دعوت می کند، به دینش فرا می خواند و دین ما را بد می داند و ساده لوحان را گمراه می کند. اکنون یقین پیدا کردید که ابو طالب او را رها نمی کند و برادرزادش را به ما تحویل نخواهد داد و مصمم است. ای ابوالحکم، اگر فرزند تو بود تحویلش میدادی؟ با دستان خودم مانع او می شدم و یا اینکه او را از من می گرفتم، حتی اگر با جنگ باشد. در عجبم از محمد، نسب را رها کرده و به مردم میگوید دین معیار ماست، بدون توجه به زبانشان، رنگشان و جایگاهشان. وقتی به مشکل میخورد به خویشاوندانش پناه میبرد. راست گفتی، از دین ما به نفع خودش سود برده، اما خودش چیزی به ما نمیدهد. از ابو طالب ناامید شده ایم، زمانش فرا رسیده. بله به خدا قسم، با ابو طالب اتمام حجت کردید، همان گونه که ابوالحکم گفت. ولی درست نیست که در دشمنی و قطع رابطه با بنی هاشم شتاب کنید و کسانی را خشمگین کنید
که در مخالفت با محمد هستند. ابو طالب نگفته من بر دین محمدم و همچنین حمزه و عباس. اگر از او دفاع می کنند به خاطر رابطه خونی است که عرب آنان را سرزنش نکند، که فرزندشان را با دست خودشان تحویل داده و رابطه خویشاوندی را رعایت نکردند. پس از آن دیگر نزد هیچ کس ارزشی نخواهند داشت و این مذهب خود شماست ای بزرگان قریش، مذهبی که از پدرانتان به ارث بردید و هنوز نزد دیگران بدان افتخار میکنید. سوگند میخورم اگر بنی هاشم درباره محمد از شماها اطاعت کند، اولین کسانی خواهید بود که از چشم عربها خواهید افتاد. هر ننگی که بر بنی هاشم ظاهر شود سبب ننگ تمامی شما خواهد شد، زیرا آنان نیز عرب هستند. عبدالمطلب بزرگ شما بوده که امورتان را بدو سپرده بودید. هر کس بخواهد از خوبی یا بدی شما بگوید از او آغاز میکنه. این را میدانی. دیگر چه؟ ختم کلام. در دشمنی و قطع رابطه با بنی هاشم شتاب نکنید تا غیرت سبب نشود وارد دین محمد شود. آنان تا زمانی که پردهداری کعبه و سیراب کردن حاجیان با بزرگان قریش است کاری از پیش نمیبرند. آفرین به هوش و ذکاوت تو. نکته مهمی بود. به خدا راه درست این است. چیزهایی که گفتید دردی را از ما دوا نمی کند. سخنی بگویید که بتوان به آن عمل کرد. با ابو طالب اتمام حجت کردیم، اما با خود محمد صحبت نکردیم. با او حرف نمیزنید؟ آیا از او هراست؟ با ابو طالب اتمام حجت کردیم، اما با خود محمد صحبت نکردیم. با او حرف نمیزنید؟ آیا از او هراس دارید که به ما چه بگوید؟ محمد تا کنون شمشیر بر ما نکشیده، مردم را با کلامش دعوت می کند. شما هم که همگی سخنور هستید. اگر مردم بدانند مناظره کرده و شکستش داده اید رهایش می کنند. اگر شکستش ندادیم چه؟ آن وقت خودتان را ملامت کنید. چه کسی برود؟ نه به خدا قسم، من کوچکترم، نمیتوانم پیش دستی کنم. پس از سخنانی که از تو شنیدم فهمیدم که بزرگی به سن و سال یا دارایی نیست، بلکه به خرد و اندیشه و زبان است. و تو ای عمر، قریش تو را نماینده و سفیر خود برگزید به خاطر آنکه نشان دادی اهل خرد و صبر و تدبیری. من نه ابوالولید، به خدای کعبه تا زمانی که تو و سهیل ابن عمرو سخنوران قریش و ابو عبدشمس بزرگ قوم. پس ابو عبدشمس به گردن پدرت انداختند. نمیدانم خیر است یا شر. ای اهل مکه، ای بزرگان قریش، ای اهل مکه، گوش فرا دهید. شما را گواه میگیرم که من سالم را آزاد کرده و او فرزند من است. او از امروز سالم ابن ابی حذیفه ابن عتبه ابن ربیعه است و از من ارث میبرد. مبارکت باشد. من حق ندارم که به خاطر آزادی او خوشحال باشم؟ من که به سالم حسودی نمی کنم. بله، حسودی می کنم. دلم می سوزد. آزادش کرد و فرزند خوانده اش شد. فردا از او ارث می برد.
برای اینکه او برده عرب بود. ما چه هستیم؟ برده ایم و سیاه. اگر خدا خلقت کرده پس چرا رنگمان متفاوت هست؟ از رنگت متنفری؟ تو متنفر نیستی؟ البته که نیستم. من به خاطر خودم متنفرم، چون مردم به خاطرش مرا تحقیر میکنند. اگر مثل آنها بودم همه چیز فرق داشت. تو اکنون هم مانند آنهایی. مانند آنها؟ خودت را اینقدر تحقیر مکن. تو برده آنهایی. آنها هم برده نفس خود هستند. گمراهند و راه حق را نمیبینند. سخنانت برایم عجیب است. امروز در میان بزرگان قوم ایستاده بودم و هیچ کدامشان را سبکبال و آزاد ندیدم مگر خودم را. برایم خیال بافی میکنی. نظرت در مورد سخنانی که میگفتند چیست؟ کدام سخن؟ وحشی، تو آنجا بودی، یعنی حواست نبود؟ قبل از اینکه ابو حذیفه سالم را بیاورد هیچ چیز نشنیدم. می ایستی و نمیشنوی؟ سرورم گفته که وقتی در مجالستان هستم نه بشنوم نه فکر کنم. من کاری با آنها ندارم، فقط باید اطاعت کنم. بله، میدانم که درباره محمد سخن میگفتند. نظرت چیست؟ درباره چه؟ مسخره میکنی ابن حمامه؟ برده‌ای مثل من در امور قریش چه نظری بدهد؟ اینجا محل فکر است و اینجا انسان اول خودش میاندیشد. انسان؟ من که هنوز انسان نیستم. محمد چه ربطی به من دارد؟ باید حرفهای او را بشنوی. تو به نظر من چه کار داری؟ کنجکاوم. نظرم این است که دین محمد برایم بیش از دین قریش اهمیت ندارد. به خودشان مربوط است، به من ربطی ندارد. نه خیر، او تنها برای قریش مبعوث نشده، فقط برای عرب هم نیامده. رسالتش برای همه است. عرب، غیر عرب، سیاه و سفید و همه. اینها را از کجا میدانی ابن حمامه؟ اگر تو هم به حرفهای مردم گوش میکردی میدانستی. برای همه انسان ها؟ حتی برده ها؟ یعنی اگر به محمد ایمان بیاورم آزادم میکند؟ اگر حرفشان را شنیده بودی میفهمیدی که آنها دشمن او هستند و به او ستم میکنند، به همرنگشان. انتظار داری اگر به آنها بگوید آزادت کنند؟ برای راستی شرط نگذار. حق را برای خودش بخواه. رستگاری ارزان نیست. شاید به خاطرش آزارت کنند، ولی پیروزی با توست. آنگاه عدالت در میانشان اجرا خواهد شد. مطمئنی تمام اینها را از مردم شنیده ای؟ همه را؟ تو ابن ابی قحافه، گفتیم تو از بزرگان من هستی، اما اول از همه به مزمم پیوستی. نه تنها خودت که دیگران را هم فاسد کردی. لعنت به تو. و تو ای بچه بزچرا، فریب مقام و منزلتی را خوردی که نزد آنان پیدا کرده ای. اما بدان که در میان ما کسی تو را چوپانش هم نمی کند تا از گرسنگی بمیری. حتی سگ گله هم به تو و امثالت شرف دارد. و بدان که روزهای سختت در پیش است. خواهیم دید که آیا این یا دیگران می توانند از تو دفاع کنند؟ تو که هیچ کس و کاری نداری. خیلی پست و نمک نشناسی. سلام، ما با جاهلان سخنی نداریم.
شماها حسابتان با من است. رسول خدا راست گفته است. واقعا که او نادان است. عجیب است که چگونه خداوند از پیامبرش دفاع می کند. آنها به مزمم دشنام می دهند، نه به محمد. به خدا قسم خواستم چیزی بگویم که دهانش را ببندد. ما از این کار منع شده ایم. همانا خداوند فرستاده‌اش را هادی، بشارتگر و بیم دهنده و با حکمت برانگیخته است. و در نهایت بازگشت همه به سوی خداست. و تو ابن مسعود از همه بیشتر قرآن از برداری. این سخن خداوند را فراموش مکن. و آنهایی را که جز خدا می‌خوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی خدا را دشنام می‌دهند. این گونه برای هر امتی کردارشان را راستیم. آنگاه بازگشت آنان به سوی خدایشان خواهد بود. چه آیات حکیمانه ای بود. همیشه برایم تازگی دارد. خوش آمدی دایی. چه درودی، چه حالی؟ با تو صحبت نکردم؟ به تو تذکر ندادم؟ چه تذکری؟ نگفتم جلوی مردم بحث نکن؟ تو آنجا عتبه را ندیدی؟ تو را تحسین کرد، به من طعنه زد. میخواهی بگویند عمر از داییش داناتر و خوشفکرتر است؟ آمده ای تا فقط همین را بگویی؟ گوش کن ابلکم. چرا نمیگویی ابو جهل؟ همانطور که محمد و یارانش میگویند. برای مشورت جمع شده بودیم. مشورت هم یعنی هر کس نظرش را بگوید، سپس قوم به اختیار یکی را برگزیند. غیر از این هر شخص بر نظر خودش اصرار کرده و توافقی به دست نمی آید. دقیقاً همین طور است. حق با قوی است. بنابراین مردم با شمشیر گفتگو خواهند کرد و بازنده با فکر فریب برنده سر بر بالین می‌نهد. نه ابوالحکم، خودت بهتر میدانی. من با محمد و دینش مخالفم و من تا میتوانم. این سر صداها دیگر چیست؟ باید دیگر مشاجره میکنید چرا؟ از پسرت بپرس. احترام به بزرگتر را بلد نیست، مخصوصاً به دایی‌هایش. خوش آمدید، خوش آمدید. صفا آوردید. بفرمایید، بفرمایید. سهله، پدرت آمده. برادرت ابو جندل به همراه پدرم و برادرم. چرا تصمیمت را به من نگفتی؟ من پدرت هستم و این پدرزنت ابو یزید. چرا با ما مشورت نکردی؟ آن روز که من و سالم از یک ظرف غذا می‌خوردیم، نارضایتی را در چهره‌ات دیدم. نارضایتی هم برایت مهم است؟ آرزو دارم شما نیز او را دوست بداری. و اگر نکنم؟ تا حد توانم برای خوشنودی شما تلاش میکنم. اما هرگاه حقیقت آشکار شود بی تردید انجامش میدهم. پدر جان، خوب هستید عمو جان؟ و تو از کاری که شوهرت کرده راضی هستی؟ من سالم را مثل پسر خودم دوست دارم. حتی اگر ناراضی باشم به حرف شوهرم گوش میدهم. اگر اطاعت نکنم مرا سرزنش میکنید. سالم، بله، بیا اینجا. بنشین. حرف پدر بزرگت را گوش کن جوان. خدا می داند من رغبت نداشتم که ابو حذیفه چنین کاری کند، اما حال که مردم شاهد کارش بودند تو عضو خانواده من شده ای. هر عمل خوب و بد تو قطعاً متوجه ما هم خواهد بود. روی ما حساس هستند و ما را می شناسند. هرگز پدرت را رها نکن و آبرویش را حفظ کن. تا زنده هم رهایش نمی کنم و همیشه در خدمتش هستم. میدانستم که از همه داناتری و به عهد و پیمان پایبندتر. نیازی به تملق و چاپلوسی ندارم.
تو پسرم هستی. اگر به روش من عمل می کردی می توانستم کاری کنم که پس از خودم رئیس قوم شوی. قبلا هم گفتم پدرم، من برای این کار مناسب نیستم و برادرم ولید شایسته این کار است. کمی به من آب بده سالم. خالد پیروز شد. چشمانت کمسو شده. بار اول که برنده شدی چشمانم مشکلی نداشتند. حالا که باخته ای من عیب پیدا کردم. ترسیدی بگویند عمر از خالد 2 بار پیشی گرفته چون پسرعمویت است و از قوم منی مخصوم؟ بار اول را قبول کردی و دومی را نه. تو اصلا داور خوبی نیستی دوست من. او پسرعموی من است. خب اما با تو چه؟ من دایی تو هم و با هم رفاقت داریم. تو قبل از این ماجرا این گونه بودی. مردم را هیچ وقت نمیتوان راضی کرد. عیاش خوب گفتی. آدم بدبخت کسی است که میان مردم قضاوت کنه. تو نظر چیز؟ بگو چه کسی اول رسید؟ هر که بر رو شرط بسته ام. پس من چه؟ بر او شرط بستی و مرا دست کم گرفتی؟ من هر 2 بار را برنده شدم. 2 بار؟ بار اول روی تو که ناامیدم نکردی. ما را دست کم گرفتند. 1 بار تو و 1 بار من. چرا این را نمیگویی؟ به هر دوی شما اعتماد کردم. بار اول به عمر، بار دوم هم به تو. و هر 2 بار هم برنده شدی. واقعا که این مرد خوش اقبال است. چه میگویی؟ کدام اقبال؟ دور اول که تمام شد به اسب عمر خوب نگاه کردم. متوجه شدم که خسته شده و خیلی بیشتر از اسب خالد عرق کرده. دانستم که نیرویی برایش نمانده و دور دوم کم میآورد. بنابراین مشکل از اسب بوده نه سوارکار. نه مشکل از خود تو بود. نشو برادر. حمزه ابن عبدالمطلب نیست؟ بله خود اوست. طبق معمول به شکار می رود. چطور است ما هم با او برویم؟ ما با بنی هاشم مشکل داریم. حمزه که وارد دین محمد نشده. اختلاف بزرگترها هم به خودشان ربط دارد نه ما. به جز عمر. او چند وقتی است که جزء بزرگترها شده. بدون شک او بهترین سوارکار عرب است. نباید اجازه دهی هیچ کدام از جوانان قریش در لباس ظاهر است و پیش. صبحتان بخیر. صبحت بخیر. کجا می روی عبدالله؟ کار دارم. کاری هست از من پنهانش کنی؟ کاری نیست که بخواهم پنهانش کنم. با پدر و برادرت به مجلس قوم نمی آیی یا اینکه از مجلس پدرت بیزاری؟ میلی ندارم ولی بیزار هم نیستم. اگر هم نشینی با من و دیگران برایت یکسان است پس با من بیا. هر کسی به کار خودش. خودت را از ما جدا می دانی؟ پدر جان با شما بحث نمی کنم. هر وقت با تو سخن گفتم میگویی دوستت دارم. در مجلستان چه می کنید؟ جز بیهوده گویی درباره محمد و یارانش؟ بیهوده گویی می کنیم نمی بینی چه بلایی سرمان آورده؟ بگو ببینم مگر چه کرده؟ دین و خدایمان را نکوهش کرده. شما نسبت به دین و خدایانتان از خودشان غیورترید؟ شما که هر وقت مشکلی دارید نزد آنان می روید و درخواست کمک کرده و نزدشان زاری می کنید و به پایشان پول می ریزید. این کار را می کنید یا نه؟ و نزدشان قربانی می کنید تا از شما راضی شده و به مالتان برکت دهند، پس باید از خودشان و شما دفاع کنند. محمد هم با آنها. خودشان می دانند چه کنند. یا اینکه نسبت به قدرتشان شک دارید؟ برو بیرون از جلوی چشمم دور شو. به خودت نگاه کن. ظاهری آراسته تر از این برای رفتن نزد مردم نیافتی؟ درباره ما چه خواهند گفت؟ ناراحت نشو پدر. مردم از بخشش های تو آگاهند. تو را به خسیس بودن متهم نمی کنند. لباس پوشیدن
برادرم هم که خوب است. با من نمی آیی ابا جندل؟ ابا جندل، تو با من می آیی. نمیدانم چه بلایی سر این جوان آمده. تمامی افراد قوم بنی عامر از من اطاعت می کنند، اما او نه. هر دوی شما از یک پدر هستید، اما هیچ شباهتی به هم ندارید. چه تفاوتی داریم پدر؟ جرأت او و ادب تو. نمیدانستم که جرأت و ادب با هم در تضادند. بزدلی متضاد جرأت است و بیادبی متضاد ادب. مقصودت از به کار بردن این عبارت میان من و برادرم چه بود؟ واقعا نمیدانم. آفرین. پسرانم امروز این همه فصاحت را از کجا آوردند؟ از پدرمان سهیل ابن عمرو، سخنور قریش. اگرچه امروز سخنت نتوانست جوابگوی عبدالله باشد. کدام یک باید از دیگری دفاع کند؟ شما یا خدایان بت‌هایتان؟ از آنها دفاع می‌کنیم تا از ما دفاع کنند. که اینطور. ای گروه قریش، مراسم امسال فرا رسیده و نمایندگان عرب نزد شما خواهند آمد. آنها خبر محمد را شنیدند. لازم است حرفایتان را یکی کنید، متحد باشید، مبادا یکدیگر را تکذیب کنید. تو ای ابا عبدالشمس، تو قبلا با محمد صحبت کرده ای، پس نظرت را بگو تا ما همان را بگوییم. نه شما بگویید، من میشنوم. خب میگوییم کاهن است. بله کاهن. نه این نظر خوبی نیست. ما کاهنان را دیده ایم. کلامش کلام و نوای کاهنان نیست. پس بگوییم دیوانه است. بله. این هم خوب نیست. ما دیوانگی را خوب میشناسیم. او هیچ یک از ویژگی های دیوانگان و بیخردان را ندارد. بله. بگوییم شاعر. نه شاعر هم نیست. شاعر است. ما شعر را میشناسیم، زیرا بمش را میدانیم. عروض قافیه ندارد. کلامش شعر نیست. میگوییم ساحر است. او ساحر است. او جادوگر نیست. ما جادوگران زیادی دیده ایم. او نه ورد میخواند نه کاری میکند. ساحر است. پس چه بگوییم ابا عبدالشمس؟ میدانی کلامش شیرینی دارد. سخنانش بسیار زیباست. نه انسان را خسته میکند نه حرفش تکراری است. اگر شما هر کدام از اینها را بگویید میفهمند که دروغ است. میخواهی پیش آنها برویم، شیرینی سخن محمد را برایشان بگوییم، بعد بخواهیم که تکذیبش کنند؟ نمی شود ابا عبدالشمس. شاید بهترین راه این باشد که بگوییم او ساحر است. بله ساحر است. با کلامش سحر می کند. پدر را از پسر جدا می کند، برادر را از برادر و زن را از همسرش. به نظرتان حرف خوبی زدم؟ چیزی بهتر از جادوگری نیافتم که عرب از آن بترسد. او بین پدر و پسر و برادر و همسر با سحر کلامش جدایی می اندازد. این ایمان می آورد، آن یکی کافر می شود و میانشان جدایی می افتد. حال که پرسیدی رو کراست میگویم. تعجب میکنم چگونه دو نظر مخالف در درونت داری. مگر تو قرآن را به زیباترین وجه توصیف نکردی؟ اگر از یاران محمد درباره قرآن بپرسی همینها را میگویند. پس از این همه تعریف و تمجید از قرآن میگویی سحر و دروغ است؟ دروغش کجاست پدر؟ همین ادب داشته باش ولید. تو با این سخن میگویی پدرت دروغگوست؟ خواستم حرفش را پس بگیرد. بله،
آنها پذیرفتند، اما خودشان هم میدانستند که تهمت است. خود پدر هم میداند، ولی فردا سرزنشش میکنند هرچند راضی باشند. دروغگویی اخلاق شریفان عرب نیست. نمایندگان عرب که بیایند همان چیزی را از محمد میشنوند که پدر شنید و همان احساس پدر را خواهند داشت. آنها خود سخنورند، صاحب نظرند، میفهمند و دل دارند مثل خود ما. در این صورت در میابند که تهمت‌های ما به محمد نادرست و دروغ و ظلم است. این ننگ بسیار بزرگی است و باعث شرمساری. بله، کاملا حق با توست پسرم. چیز دیگری به ذهنم نمی رسید. پس تو به ما بگو به مردم چه بگوییم؟ چه تهمتی به او بزنیم؟ کاش این حرفها را نمی زدی. چرا راستش را به مردم نمی گویید؟ یعنی به محمد در تبلیغ دینش کمک کنیم؟ اگر راست نمی گویید رهایش کنید. پس بهترین راه این است که تا حد توانمان مردم را دور کنیم. ببین ترسوی بیدل و جرأت چه زبانی باز کرده. بدگویی برادرت را نکن خالد. بله مادرتان یکی نیست، ولی بد نگو. او هم مانند توست. از اینکه از او قوی تر هستی مغرور نشو. مهم نیست که تو از او بزرگتری و همه در قریش قبولت دارن. فقط دو کس به ریاست میرسن: شمشیرزن شجاع و مرد بردبار و نرمخو. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. این چیز یعنی چه؟ روسیا هم کردی ابا حذیفه. کاش می مردم و این روز را نمی دیدم. گمان نمی کردم روزی چنین ننگی را ببینم. اگر مردم با خبر شوند چه بگویم؟ کدام مردم پدر؟ سزاوارتر این است که از خدا بترسی. به خاطر پروردگارت روی من می ایستی؟ فرمان داده تا با تو نیکوکار باشم و این را در کنار توحید که اصل اسلام است بیان کرده و می‌فرماید و پروردگارت. آیه را بخوان سالم، تو بهتر از من قرآن را از حفظ داری. جز او را نپرستید و به والدین نیکی کنید. هرگاه یکی از آنها یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری برسند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار و آنان را مران و با ایشان به نرمی و احترام سخن بگو و از سر مهربانی بال فروتنی بر آنان بگستر. مسلمان باید به والدینش احترام بگذارد، حتی اگر مشرک باشند، و از آنها اطاعت کنند، اما نه در شرک، و به ایشان مهربانی کند. و اگر تو را وادار کنند به چیزی را که بدان علم نداری، که شریک من بگردانی، از آنان فرمان مبر، ولی با آنان مهربان باش. آنکه برده‌ات بود اکنون از تو بهتر است در حفظ قرآنتان و علم دینتان. برای همین در نمازتان پشت سرش ایستادی؟ بله پدر جان، این موهبتی است که خدا به وی عطا نموده. هر آیه‌ای را که از رسول خدا میشنود آن را حفظ میکند. او مرا در حفظ یاری کرده و امام جماعت ماست. دنیا تباه شده، بین برده و ارباب چیزی نمانده. محمد همه را به تباهی کشانده. دون مایگان شریفند و بزرگان حقیر. او همه را در یک سطح قرار داده است و ملاک برتری فقط تقواست و تقوا اینجاست. جز الله کسی از آن خبر ندارد. اگر چنان که میگویی تو را به نیکوکاری سفارش کرده، این نتیجه آن سفارش است؟ دین پدرانت را رها میکنی؟ من هم شما را به نیکوکاری فرا میخوانم پدر. چنین نخواهم کرد که قریش بگوید عتبه قومش را رها کرده. اکنون بحثمان تمام است.
و سوگندت میدهم که به دین پدر و قومت بازگردی. سوگندم میدهی؟ به چه چیزی؟ به لات و عزا؟ به بت‌های ساختگی که وقتی ساختید به آنها سجده میکنید در حالی که ساخته خود شما هستند و از خود هیچ قدرتی ندارند؟ این بهتر است یا خداوند یکتای بی همتا که انسانها را آفرید و به آنها فرمان داد تا عبادتش کنند؟ رحم کنید تا خدا هم به شما رحم کند، مانند خداوند دادگر باشید. نیکی کنید و محبت نمایید، همان گونه که خداوند به شما نیکی کرده است، و در سختی ها به داد دیگران برسید. یک امت واحد باشید همان گونه که خدا یکیست. این بهتر است یا خدایان متفرق بیشماری که میپرستید، یا آن بت‌های بیجانی که به سلیقه خودتان میسازید؟ از چه زمانی همه چیز عوض شده و بنده خدای خودش را میسازد؟ چه خبر است اینجا؟ حتما خدمتکارت را برای امر مهمی نزدم فرستادی. به آنها بگو ابا حذیفه، به شوهر خواهرت ابو سفیان، به پدر زنت ابا یزید، به خواهرت بگو. چه اتفاقی افتاده؟ در این روزها جز کارهای محمد اتفاق دیگری هم می افتد. او بیدین شده؟ حقیقت دارد؟ مسلمان شده ای؟ خدا لعنتت کند که این پستی و خفت را برای ما آورده ای. میدانی این چیست؟ ننگ و عار، ای بیچاره مفلوک. جوانان عبدالشمس را فرا خوانید، آنقدر آزارش دهند تا بازگردد و الا تا ابد ننگش میماند. اسبابت را جمع کن و با من بیا. نباید با این بیدین بی آبرو بمانی. من هم مسلمانم پدر. او و دینش را رها نمی کنم. وای بر تو، چه می کنید؟ باعث بی آبرویی شده اید. ابو عبدالشمس و من مردم را از اسلام باز می داریم و قوممان به ما اعتماد می کنند، اما نمی دانیم که در آستینمان مار پرورش می دهیم. دیگر چه کسی به سخنان ما توجه می کند؟ می گویند ابتدا خانه های خودتان. اگر بگویند حق دارند. پیوسته از کارهای محمد خورده می گیرید، حرف می زنید و عمل نمی کنید. پس خودی نشان دهید تا مردم بپذیرند. مردم من شما را به سوی حق فرا میخوانم و شما مرا به سوی مردم. حق آن چیزی است که ما نزد مردم یافتیم و مردم هم نزد پدرانشان. کدام بهتر است؟ مردمی که حق انتخاب دارند و به فکر آخرتشان هستند و یک تا پرست و مؤمنند، یا مردمی که با مردگان روی آورده و در گذشته زندگی میکنند؟ این مردم چه کسانی هستند؟ نمیبینید که یاران محمد در حال زیاد شدنند؟ آنها مردم نیستند؟ فردا که از خواب بیدار شوید و ببینید دین خدا پیروز شده، آن وقت چه میکنید؟ وقتی که مسلمانان بسیارند چه خواهید گفت؟ در ابتدا باطل بود و در انتها حق شد. حق را اینگونه میشناسند. اگر چنین شود و شما زنده باشید، مردم از شما پیشی گرفته و شما از قافله عقب بمانید، چه می شود؟ شما اکنون به خاطر ترس از مقامتان با محمد دشمنی می کنید. اگر می خواهید جایگاهتان را حفظ کنید، به سوی اسلام بشتابید تا همان جایگاهی که دارید برایتان حفظ شود. مانند جایگاه این و شاید هم پایین تر، چون که او زودتر مسلمان شده. چاره ای نیست جز دشمنی بیشتر با محمد. بین او و مردم فاصله می اندازیم تا به او نزدیک نشوند، حتی شده با شمشیر. لا حول ولا قوة الا بالله. حسبی الله و نعم الوکیل. من که دیگر تحمل ندارم، خسته شدم. ابا سفیان، نمی نشینی سخنانم را بشنوی؟ گوشهایم را می بندم. و تو ای ابا یزید، و تو برادر، بزرگانمان از پست و مقامشان هراس دارند، اما تو هنوز جوان هستی و قلبت پاک است.
پدرمان قومش را رها نمی کند و من هم پدرم را. حتی اگر به قیمت عذابی آتشین؟ عذاب؟ این کلمات را نمیفهمم. آتش، بهشت، جهنم. اگر ملاحظه مردم نبود میکشتم، ولی منتظر میمانم تا پدر برایت تصمیم بگیرد. ای گروه عرب، همه شما میدانید که ما اهل حرم و حامیان هستیم. هر کس که قصد سوئی به ما داشته باشد خدا نابودش کرده و مکرش را بی اثر نمود. حادثه فیل را همه خوب به خاطر داریم. در میان ما شخصی پیدا شده که همگی خبرش را شنیده اید. گمان می کند که چیزی می داند، اما این گونه نیست. می خواهد پیوندمان را قطع کند، پدرانمان را نادان بخواند و از خدایانمان ایراد بگیرد. تنها بدبختان و بیچارگان ما پیرو او شده اند. با وجود اینکه از ماست این را میگوییم، از ما مردم قریش شاید شایسته تر بود به خاطر پیوند خویشاوندی با او عیبش را پنهان کنیم. اما او دین جدیدی آورده و کافر شده. دربارش تبلیغ می کند و حرف می زند و دانستم که اگر او را نزدتان سرزنش نکنم ما را سرزنش می کنید و اگر از او اعلام بیزاری نکنم گناه و ننگش را بر ما می گذارید. بنابراین وظیفه ما این است نصیحتمان را دریغ نکنیم، همان گونه که مهمان نوازیمان را دریغ نکرده ایم. ما پیش از آمدن شما مشورت کردیم و دو راه داشتیم، یا به خاطر خویشاوندی کارهای زشتش را پنهان کنیم یا درباره جادوگریش به شما هشدار دهیم. مصلحت شما مهمتر است هرچند او از ماست. ای خردمندان، شما را به حرمت این مکان قسم منصف باشید. اگر آنچه که او آورده نیکو بود ما اول از او پیروی نمی کردیم، ما که خویشاوندان او هستیم. آیا عاقلانه است دیگران را بر خودمان ترجیح دهیم؟ در حالی که میگویند از من پیروی کنید تا عرب ها فرمانبردارتان شوند. عرب قدر و منزلت ما را میداند، بنابراین نیازی به جنگ نداریم. اما او جادوگر است، میان انسان و خانواده‌اش جدایی میاندازد، میان شخص و داراییش. حال که ما از او بیزاری جسته ایم، شایسته نیست که اجازه دهیم این بلاهای مهلک را سر دیگران بیاورد. از انصاف بدور است، عادلانه نیست. پس از او جداً پرهیز کنید، از اطرافش پراکنده شوید تا جادو زده نشوید. حجتان را به پایان برسانید و به سلامت پیش خانواده اتان بازگردید. درست گفتی ابا یزید، من عمویش هستم، عموی محمد. آری او مصمم است، مصمم. سزاوارترین شخص در دفاع و حمایت از اون من می باشم. اما جوان مردی اجازه نمیدهد. من کسی نیستم که حقیقت را از شما پنهان کنم. او امانت پدرم عبدالمطلب است. میدانید او چه کسی بود، مردی بزرگ و خوشنام. من او را دوست داشتم. منظورم مصمم است. دو پسرم دامادش شدند. تا اینکه این دروغ بزرگ را گفت از او بیزار شدم. حتی پسرانم را وادار کردم هر دو دخترش را طلاق دهند. آری، من او را دوست داشتم، اما دینم را بیشتر، این شهر را بیشتر دوست دارم و شما را گواه میگیرم که او دروغگوست. دروغگو. به او دیگر نزدیک نشوید، مبادا جادویتان کند. این گواهی عمویش. بیش از این چه میخواهید؟ چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. ای ناتوان، پاهایت بیش از این توان نداشت که مرا تنها گذاشتی؟
بس کن پدر من که آمدم، ولی برادرم عبدالله حتی حاضر نشد همراهیت کند. از اینکه به کلی ناامید شدم. چه میشد اگر کمی صبر میکردی تا سخنانم تمام شده و آداب سخنوری بیاموزی؟ زبان از شمشیر نیز برنده تر است. تلاشم را کردم، به خدا سوگند تلاش کردم تا راضیت کنم، اما انسان‌ها متفاوتند، حتی پدر و پسر. پسر کو ندارد نشان از پدر. یعنی من با شما بیگانه‌ام پدر؟ تو چرا میخندی؟ ابا جندل برخلاف میلش با شما آمده بود. فرزندت را مجبور به کاری نکن که نمیپسندد. چرا که درو میشود، امری را پنهان میکند و خلافش را نشان میدهد. به او بگو ابا جندل، صریح باش، نترس، آنچه به من گفتی را بگو. من چیزی نگفتم. من میگویم شما پدر شاید امروز از سخنان شیوایی که درباره محمد گفتی خرسند باشی. شکی نیست که چقدر سخنوری، اما بلاغت یا به نفع گوینده سخن خواهد بود و یا به ضرر او. مانند شمشیری بران یا حقی را میستاند یا که ظلم میکند. بیگانگی واقعی همین است، نه اختلاف پدر و پسر. خودت میدانی که آنچه امروز درباره محمد گفتی با حق و حقیقت همسو نبود پدر. زبان لکنتدار صادق بهتر از زبان شیوای باطل است. چنان از محمد دفاع میکنی که گویی از یارانش هستی. پیش او رفته ای عبدالله، یا به سخنان خواهر و شوهر خواهر کافرت گوش داده ای؟ محمد آنها را جادو کرده و فریب داده است. در این صورت اول از همه میفهمیدی و باکی نداشتم. پس اینها را از کجا یاد گرفته ای؟ از کجا؟ از خود شما که میگفتید محمد امین نیکوکارترین انسان است، مهربانترین و راستگوترینشان. فردا از خواب بیدار شدید و گفتید او جادوگر است. اگر امروز راست میگویید پس دیروز دروغ میگفتید. هم دیروز راست بود هم امروز. عاقلانه